30-40 سال پیش اونایی که اسب داشتن فقیر بودن، اونایی که ماشین داشتن پولدار بودن. الان همون پولدارایی که ماشین داشتن دنبال اینن که اسب بگیرن. اون زمانا یادمه هر کی خونه‌ش رو یکی گاز میکرد فخر میکرد، آقا ما گاز داریم، همه چی رو گاز داریم. اما الان تا یه آتیشی چیزی میبینن یا زغالی میبینن، یه چای آتیشی چیزی میذارن، سریع فیلم، عکس، استوری و فلان این داستان. یادم اون زمانا ماها که تو روستا زندگی میکردیم گفتن فقیرن، اونایی که تو شهر زندگی میکردن گفتن پولدار. اما الان همونایی که تو شهر زندگی میکنن دنبال اینن یه باقی، یه باغچه‌ای، حتی خیلی کوچیک مترش پایین بگیرن، بعد سریع بگن ما ویلا داریم. یادم اون زمانا هر کی برای بچهش تو باغش عروسی میگیره گفتن فلانی فقیر بود، نداشت، تو باغش عروسی گرفت، بچه‌ش رو تو باغ عروسی کرد، رفت تو مال کرد. اما الان تو همون باغ و ویلاها میان عروسی میگیرن و پوزش میدن واسه بچه‌مون یه عروسی لاکچری تو باغ گرفتیم. اینا رو گفتم زندگی رو با خودتون سخت نگیرید. آدما خیلی زودتر از اون چیزی که شما فکر می‌کنید رنگ عوض می‌کنن. از زندگیتون لذت ببرید.